سلام و درود به تمام بیننده های عزیز. خوش آمدید به کانال ما، جایی که تلاش میکنیم با شما حقایق و تحلیل های جذاب تاریخی و سیاسی را به اشتراک بگذاریم. امروز با یک موضوع بسیار مهم و جنجالی در خدمت شما هستیم. نگاه به زندگی و فعالیت های اسامه بن لادن، یکی از چهره های سیاسی تاثیرگذار در تاریخ معاصر. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید، نظرات ارزشمند خود را با ما به اشتراک بگذارید. اسامه بن لادن بنیادگذار و رهبر پیشین گروه تروریستی القاعده در سال 1957 میلادی در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی متولد شد. او در خانواده ثروتمند به دنیا آمد. پدرش محمد بن لادن تاجر ساختمانی موفق بود. پروژه های بزرگ و مهمی را در عربستان سعودی اجرا میکرد. اسامه بن لادن دارای بیش از 50 خواهر و برادر بود، زیرا پدرش چندین همسر داشت. اسامه بن لادن یکی از پسران همسران بود. او در دوران جوانی و نوجوانی خود به تحصیلات دینی علاقه زیاد نشان داد. بر علاوه این که او تحصیلات خود را در دانشگاه ملک عبدالعزیز در رشته مدیریت اقتصاد به پایان رسانید. در دهه 1980 اسامه بن لادن به افغانستان رفت تا در جنگ علیه اشغال شوروی در کنار مجاهدین افغان شرکت کند. در این دوران او توانست شبکه جهانی از جنگجویان مسلمان تشکیل دهد که بعداً به تأسیس گروه‌های القاعده منجر شد. القاعده در سال 1988 با اهداف مبارزه با کشورهای غربی ایجاد یک خلافت اسلامی جهانی تأسیس شد. القاعده تحت رهبری اسامه بن لادن حملات بزرگی انجام داد که از جمله مهمترین آنها میتوان به حملات 11 سپتامبر 2001 اشاره کرد. این حملات باعث شد که امریکا و متحدانش جنگ جهانی علیه تروریسم را آغاز کنند. به افغانستان حمله کردند. اسامه بن لادن پس از حملات به مخفیگاه‌های خود در افغانستان و سپس پاکستان رفت. او در سال 2011 در عملیات توسط نیروهای ویژه امریکایی در شهر ایبت آباد پاکستان کشته شد. در حالی که بن لادن در پاکستان مخفی بود، شاخه‌های مختلف القاعده در نقاط مختلف جهان قدرت گرفت. یکی از مهمترین تحولات در این دوران ظهور ابوبکر البغدادی گروه داعش بود. بغدادی در سال 2013 گروه خود را به نام دولت اسلامی عراق و شام اعلان کرد و به سرعت توانست بخش‌های وسیع از عراق و سوریه را تصرف کند. داعش با هدف ایجاد یک خلافت اسلامی در مناطق تحت کنترل خود ایده‌های جهادی القاعده را گسترش داد، اما روش‌های بسیار خشن‌تر را پیش گرفت. دولت اسلامی عراق و شام به سرعت از القاعده جدا شد، زیرا ابوبکر بغدادی از بن لادن خواست که خلافت اسلامی را در مناطق اشغالی خود تأسیس کند. اما اسامه بن لادن به دلایلی که از نظر ایدئولوژیک و استراتژیک به تردید افتاده بود این درخواست را نپذیرفت. این اختلافات باعث شد که داعش به یکی از گروه‌های جهادی رقیب برای القاعده تبدیل شود. در سوریه ابو محمد جولانی رهبر گروه جبهه النصر را بر عهده گرفت. این گروه ابتدا به عنوان یکی از شاخه‌های القاعده در سوریه عمل می‌کرد، اما در سال 2016 اعلان کرد که از القاعده جدا شده و تبدیل به گروه مستقل به نام هیئت شد. این گروه نیز در حال حاضر درگیر جنگ‌های داخلی در سوریه است. به عنوان یکی از نیروهای HTS تحریر شام قدرت در مناطق تحت کنترل مخالفان بشار الاسد شناخته می شود. امروز ما می بینیم که هیئت تحریر شام ابو محمد جولانی یکی از قدرتمندترین گروه های جهادی در سوریه است. همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهد. این گروه به عنوان یکی از بازماندگان ایدئولوژی القاعده شناخته می شود.
اما از نظر ساختار القاعده جدا شده. اما این همه از دلان اسامه بن لادن اگرچه کشته شد، اما میراث او در قالب گروه‌های همچون داعش، هیئت تحریر شام و دیگر گروه‌های جهادی همچنان ادامه دارد. تفکرات او با ویژه در میان برخی از گروه‌های تروریستی در شمال افریقا، خاورمیانه، آسیای مرکزی تاثیرگذار است. با این حال این گروه‌ها از لحاظ استراتژیک و ایدئولوژیک تقسیم شده و با یکدیگر رقابت دارند.